یک جوان 28 ساله سعودی تاجیکستان که شام 9 مارس سال 2023 از محبس سکونتی در شهر تالیاتی ولایت سمر فرار کرده بود. بعد 3 روز فرارش روز یکشنبه 12 مارس در نزد خانه مادرش در شهر چلیابینسک به دست افتاد. در این باره روز 13 مارس پایگاه محلی خبری ولگا نیوز خبر داد این زاده تاجیکستان ماه نوامبر سال 2022 با جرم دزدی به 1 سال و 8 ماه زندان محکوم شده بود و می بایست ماه ایول سال 2024 آزاد می شد، ولی به احتمال غالب به او اکنون برای فرار از محبس حکم طولانی تر تعدید می کند. یک منبع ولگا نیوز جریان جستجوی این محبوس فراری را چنین نقل کرده است: معلوم بود که مادر محبوس فراری در چلیابینسک و پدرش در ولادیواستوک زندگی می کنند. از ثبت‌های ویدیو کامراهای نظارتی معاین کرده شد که او بعد بیرون شدن از حدود محبس به یک ماشین رهگذر سوار شده رفته است. برای معاین کردن اینکه چه ماشین او را سوار کرده است یک مدت برای تحقیق ویدیو کامراهای دیگری نظارتی لازم شد. در نهایت معاین کرده شد که او به طرف چلیابینسک رفته است. در پی این تمام معلومات درباره محبوس فراری را به پلیس و اداره زندان‌های ولایت چلیابینسک فرستادند. روز 12 مارس او را زمان دستگیر کردند که می‌خواست به خانه مادرش بدرآید. رن تیوی خبر داد که محبوس شام 9 مارس از محبس سکونتی در شهر تالیاتی فرار کرده است، ولی زندانبان‌ها از فرار او تنها نیم شب خبر یافتند. درباره سبب‌های فرار محبوس تاجیک چیزی گفته نمی‌شود، ولی وقت‌های آخر از محبس‌های روسیه شکایت‌های زیادی به دست می‌رسند که می‌گویند مقامات زندان‌ها محبوسان را با تعدید کشادن پرونده‌های نو و به گردنشان انداختن حکم‌های طولانی مجبور می‌کنند که اختیاراً عریضه نوشته به جنگ ضد اوکراین بروند. در ماه‌های آخر درباره در اوکراین کشته شدن دست کم 20 محبوس تاجیک خبرها به دست رسیدند. تا پایان حکم برخی آنها همگی چند ماه دیگر باقی مانده بود و با خواهش خود به جنگ رفتن آنها به نظر نزدیکانشان خیلی مشکوک می‌نماید.